Kollana biat yasa. Dia sara. Dia sara. Mana mana negeri. بیا اینو پاتگی بازش داره بکنه بگیری میشه بکنیم با بچه‌ها خواهش میکنم رعایت کنید که من بدونم تا 2-3 روز آینده دوباره تو این روستا بیام این محاسب گبیه بچه‌ها اینا برنج شما نه یکی هر خانواده یکی جمعیت زیاد اگر زیاد اومد بهتون میدم یکی شما که ماشاءالله بلوچی به حقی که باید برسه به اونا تا برسه من به هیچکی دوتا نمیدم چون خانواده ها فقط سرپرست خانواده ها دم غیرتتون گرم بفرم جان فقط الان برنجه تا یه هفته دیگه الان لباسا رو هم بهتون میدم لباسا رو همینجا تفکیک میکنیم بیا ببینم مادر جان بذار خانوما اونایی میگیره ای بر بابست آقا ناموسای من بیان جلو بیا جلو اینا هدیه مردمه ها از مردم برای مردم بیا جلو مادر جان آقایی که کیا گوشم کدوم رو بهشون بدم آبجی بفرم برید هر کس گرفت بره اون طرف ببینید به خدا نزدیک به 5000 کیلو برنج مثل خودمونه 5000 کیلو برنج تو این چند وقته من پخش کردم از مردم بوده برای مردم خدا وکیلی رعایت کنید که من هر باری میام بیام اینجا پیش شما مادر شهیدی یا من سرتو ببوسم مادر شهید همیشه ارج و قب داره دورت بگردم بفرم شما بفرم خب شما خانواده ای دیگه بفرم بچه ها فقط خانواده ها سرپرست ها بچه هایی که او برای نیست مثلا خانواده بفرم مادر جان بفرم فقط خانواده ها بیاد جلو میگم قربون این مادر شهید برم خدا وکیلی ببین فرزندش رو شوهرش رو هر کسی بوده تقدیم این انقلاب کرده محمد آل محمد ولی ببین یه شهیدی که الان توی بلوچستان ببین اوضاع حال مردم چه خبره ما اصلا برای چی رفتیم جنگیدیم بفرم بفرم آوانی که گرم برات گوشو برسی آره باید کنه دیگه باید کنه برسی دعا بکن فقط مردم رو دعا کن ببین هیچ پولداری تو این منطقه نمیاد چون درد نکشیدن نمیدونن به خدا همه مردم کسانی که کمک میکنن خودشون فقیر نشینن بده به چی دادی؟ اینا پدر فوت کردن بفهم آوانی گرم آسر بگشت فهم کنه برسی برو با امید خدا بچه ها خدا وکیلی دوتا نگیرید نه نگرفتن بچه ها شما برید